روزه‌ای که شما در روز عرفه میگیرید گناه‌های 2 ساله رو مغفرت میکند، یعنی عفو میکند، سببی بخشیده شدن گناه‌های 2 ساله شما میشود. و این روز را زینهار حتی به کودکان هم بیاموزید که این روز را روزه گیرند. یعنی حتی فرزندان 7 ساله و 8 ساله و 9 ساله که در رمضان شما به آنها روزه گرفتن رو کم کم می آموختید، در روز عرفه بگذار روزه بگیرن، از خردی به روزه گرفتن این روز عادت کنند، از خردی بزرگ بودن این روز را بیاموزند. اینقدر کافران در قلب ما، در خون جگر ما جای کرده اند انتظار شدن سال نو را، انتظار شدن نوروز زردشتی را، انتظار شدن نمیدانم روز کدام را. ولی من و شما هم امروزه مادرانی که در درس هستید باید در قلب کودک خود بزرگی روز عرفه را جای کنید.